شنوندگان محترم، اخبار این ساعت رادیو باکو را تقدیم شما می کنیم. سرخط اخبار برگزیده: رئیس جمهور الهام علیوف دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را به حضور پذیرفت. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان به سادر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان زنگ زد. در باکو 15مین نشست گفتگوی نظامی در سطح عالی بین آذربایجان و ترکیه برگزار شد. و حال اخبار. 6 دسامبر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان، جیمز اوبرایان دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور اروپا و اوراسیا را به حضور پذیرفت. جریان دیدار رهبر کشور ما متذکر شد که پس از پایان جنگ 44 روزه ارمنستان به تعهدات خود عمل نکرده به اراضی آذربایجان اسلحه و سورسات و نیروی نظامی انتقال داده است. آذربایجان در اراضی حقوقی خود دست به عملیات ضد تروریستی زد و همان موقع با رعایت به موازین حقوق انسانی بین الملل حق حاکمیت خود را احیا نمود. جیمز اوبرایان نیز به این امر تاکید گذاشت که روابط بین ایالات متحده آمریکا و آذربایجان دارای ریشه‌های عمیق می‌باشد و کشورهای ما مناسبات همپیمانی خوبی دارند. وی گفت که ایالات متحده آمریکا از برنامه صلح در منطقه، عادی‌سازی مناسبات بین آذربایجان و ارمنستان و مذاکرات صلح حمایت به عمل می‌آورد. 6 دسامبر رئیس جمهور الهام علیوف به سادر ژاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان زنگ زد. حین مکالمه تلفنی الهام علیوف سادر ژاپاروف را به مناسبت روز تولدش تبریک گفت و صمیمی‌ترین آرزوهای خود را ابلاغ نمود. به ایشان تندرستی محکم، موفقیت در کارهایش آرزو کرد. رئیس جمهور الهام علیوف از دیدارهای خود با رئیس جمهور قرقیزستان هم در آذربایجان و هم در قرقیزستان ابراز رضایت کرده و گفت که مذاکرات انجام گرفته جریان دیدارها به گسترش مناسبات دوستی و برادری مبنی بر اعتماد متقابل تکان مهمی خواهد بخشید. سخنرانی الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در گیت‌همایی قره‌باغ بازگشت به خانه بعد از 30 سال دستاوردها و دشواری‌ها متشکل در دانشگاه آدا در مد توجه رسانه‌های گروهی جهان قرار گرفته است. در اطلاعات پخش شده به این امر تاکید می شود که به گفته رئیس جمهور آذربایجان ارمنستان به پذیرفتن 5 اصل توافقنامه صلح نزدیک می شود. در مقالات منتشره با استناد به سخنان رئیس جمهور الهام علیوف گفته می شود که آذربایجان علیرغم اینکه اراضی آن بیش از 30 سال تحت اشغال قرار داشت و تمام مناطق اشغالی ویران شده بود، نه به واسطه‌گران بین الملل بلکه به ارمنستان دست دراز کرد. ارمنستان نیز باید ضمانت بدهد تا از سیاست تجزیه طلبانه خود دست برخواهد داشت. جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان با جیمز اوبرایان دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور اروپا و اوراسیا دیدار کرد. جریان دیدار بر اهمیت مناسبات همکاری تاریخی در شؤون مختلف بین آذربایجان و آمریکا و ضرورت گسترش مناسبات دوجانبه تاکید شد. وزیر خارجه گفت که آذربایجان به عنوان مبتکر اصول اصلی فرایند صلح با ارمنستان طرفدار برقراری صلح و ثبات در منطقه می باشد. حین صحبت بر اهمیت تسریع مذاکرات دوجانبه پیرامون تعیین مرزها بین آذربایجان و ارمنستان تاکید شد. عمر بلوط رئیس اداره ساختمان ترکیه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که طبق توافقنامه همکاری بین ترکیه و آذربایجان درباره احداث ساختمان‌ها، مهد کودک و مراکز فرهنگی در ولایت قهرمانمرش ترکیه، کارهای ساخت و ساز توسط آذربایجان در منطقه آسیب دیده از زلزله عملی خواهد شد. بنا به گزارش سایت هابرتورک، ساختمان‌های احداث شده در آینده نزدیک به دست استفاده داده خواهد شد.
در باکو 15 نشست گفتگوی نظامی در سطح عالی بین ترکیه و آذربایجان برگزار می شود. عادل قربانوف، معاون وزیر دفاع، هیئت نمایندگی به ریاست ژنرال ایرفان اوسرت، دومین رئیس مقر کل نیروهای مسلح ترکیه که در کشورمان به سر میبرد دیدار نمود. حین صحبت ابراز اطمینان شد که رزمایش مشترک متشکل با فعالیت طرفین از این به بعد نیز مؤثر خواهد بود. اعضای گروه کار روابط بین پارلمانی مجلس ملی با اتیوپی با هیئت نمایندگی به سرپرستی خانم بتهلم لاکیو، رئیس گروه دیپلماسی و دوستی پارلمانی با آذربایجان، در مجلس نمایندگان پارلمان اتیوپی دیدار کرد. جریان دیدار رشاد محمودوف، رئیس گروه کار روابط بین پارلمانی با اتیوپی، گسترش مناسبات بین دو کشور سخن گشود. وی از نقش پارلمان‌ها در رشد مناسبات دو جانبه بحث نمود. خانم لاکیو متذکر شد که کشورش به گسترش روابط با آذربایجان اهمیت ویژه‌ای قائل می‌باشد. بنا به دستور ایلهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، اسکان نوبتی در شهر فضولی عملی می شود. در این مرحله 24 خانواده یعنی 77 نفر در شهر فضولی اسکان یافتند. در نتیجه پیروزی شرافتمندانه ارتش آذربایجان به رهبری رئیس جمهور ایلهام علیوف، فرمانده کل قوا، شرایط ایجاد شده تا پناهندگان اجباری پیشین به سرزمین‌های اجدادی خود در شرایط امن بعد از 30 سال بازگردند. اینجا باکو. شنوندگان ارجمند، شما اخبار رادیو باکو را شنیدید.